دوستای عزیز، سرورای برومند، عزیزان دل، داستان دوزخی را براتان بگویم که امشب باز شاید تکرار نشه و ما هم الله اعلم انتم لا تعلمون مرگ مفاجئه هم زیاد شده. یک دفعه خبر میرسه در صفحه فیسبوک پایین بالا میکنن فلانی ها و خدا دیشب امرای ما امشب نیست. خیلی مواظب باشی ها، خیلی مواظب باشی. یک دوزخی را کشان طرف دوزخ میبرن، عشق خدایی داره. چه میگه؟ با خداوند پیام میده تو جنت را بنی کنده، من بد را به دوزخ بر، که بس باشد مرا آنجا تمنای وصال تو. من دیوانه خوش باشم به زنجیر وصال تو، اگر یک لحظه پرسی تو که مجنون چیست حال تو. جگرهای کباب ما نگرده تا ابد سیراب، مگر ساقی شود ما را خدای ذوالجلال ما. با مالک گویم ای مالک، دوزخی چه میگه؟ با مالک گویم ای مالک نگهبان دوزخ است، نگهبان در دوزخ. با مالک گویم ای مالک، چنان الله خواهم گفت که از الله من سوزد جهنم باز بال تو. الله اکبر. کافیست یک الله عاشقانه بگی جوان عزیز، پدر دوست داشتنی.